این بعضی شغلا هست یه ضرب المثلی تو اصفهان هست میگن مثل شرابی جلفاس شبی عاشورا، نمیشه دستت نمیشه پست. حالا مثل این نقره کوبی و طلا کوبی روی فولاد آدم هوس میکنه این چکشه رو بگیره بزنه، ولی اصلا من سیمشو نمیتونم سر سیمشو پیدا کنم. چقدر این کار ظریف و هنرمندانه انجام میشه. واقعا دست مریضات به هنرمندایی که این کار رو انجام میدن. واقعا هر تیکه این کار، این آهن ربایی که روی این کار میذارن خودش یه فوتو فنی داره. بستن اینا، صدای اینو کور میکنن، هر کدومش الکتریسیته کارو میگیرن. هر کاری یه قلقی داره. واقعا مرحبا به دستای هنرمند شما دوستا.